بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید المرسلین و علی آله و اصحابه اجمعین. اما بعد، برادر عزیز و گرامی جناب رسولی صاحب، رئیس اداره ملی احصایه و معلومات، جناب آقای سروش معین مسلکی وزارت محترم اقتصاد، معینان، رؤسا و کارمندان اداره ملی احصایه و ادارات دولتی و غیر دولتی، مهمانان گرامی، اصحاب رسانه، خانم‌ها و آقایان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشحال هستیم که در محفل تجلیل از روز جهانی احصایه در کنار همدیگر حضور یافته ایم. فرارسیدن این روز 20 اکتبر، روز جهانی احصایه یا آمار را به همه مردم دنیا، به همه محققان و متخصصان احصایه و به همه کسانی که با آمار و ارقام سر و کار دارند و به تحقیق و تحلیل و استنتاج علمی میپردازند و به همه شما حضار گرامی و مخصوصاً به رهبری و منصوبین اداره ملی احصایه و معلومات افغانستان تبریک میگوییم و تشکر میکنیم از اداره ملی احصایه که مراسم را برگزار کردند تا دقایق کوتاهی در کنار هم باشیم و درباره واقعا یکی از حیاتی ترین مسائل مورد نیاز مربوط به رشد و توسعه زندگی اجتماعی انسان ها یعنی احصایه گفتگو کنیم و فعالیت ها و وظایف و مشکلات کاری خود را در این رابطه مورد بحث قرار بدیم. اداره ملی احصایه و معلومات اتفاقاً دو روز جهانی داره. یک روز احصایه است که همین امروز است و دیگر روز جهانی نفوس یا جمعیت است که فکر کنم 11 جولای است. تعیین این دو روز جهانی برای احصایه و برای نفوس بیانگر اهمیت است که این دو موضوع در زندگی انسان ها دارد، یعنی احصایه و نفوس. حضار گرامی، زندگی روزمره همه ما انسان ها بر ارقام و آمار استوار است. خود کلمه آمار یک واژه کهن زبان فارسی است و معنای حساب و شمردن و شمار. همچنان که کلمه احصایه که ما با کار میبریم از کلمه عربی احصاء گرفته شده به معنای شمردن. انسان ها اکثر فعالیت های خود و مناسبات بین اشیا و موجودات را با مقدار و عدد محاسبه میکنند. حتی فلاسفه گفتند که همه ماهیات در عالم هستی از نگاه چیستی به 10 مقوله اصلی تقسیم میشه که یکی از اون مقوله های بسیار مهم مقوله کم است یا کمیت به معنای مقدار است و ارتباط نزدیک با احصایه و آمار و ارقام دارد. امروز با استفاده از همین کلمه در زبان عربی از علم آمار یا علم احصایه به نام علم الاحصاء یاد میشه، یعنی علم محاسبه و شمارش و ارقام و آمار و براستی یکی از با ارزش‌ترین و کاربردی ترین دانش‌های بشری است. از نگاه تاریخی گفتند که برای اولین بار بابلی ها و مصری ها 4000 سال پیش علم احصایه را بنیاد گذاشتند. اونا برای اولین بار در قلمرو خود زاد و ولد را محاسبه کردند و دارایی افراد تحت قلمرو خود شمردند. اما به معنای امروزین علم احصایه گفته شده در قرن 17 کسی به نام ویلیام پیتی اولین کسی بود که از روش‌های ارقام و آمار برای
تجربه و تحلیل داده ها استفاده کرد. در سال 1834 جمعیت احصایه پادشاهی در انگلستان و در 1839 جمعیت احصایه آمریکا تأسیس شد. رشته احصایه هم به عنوان یک رشته خاص آموزشی در پوهنتون‌ها در سال 1911 برای اولین بار در یکی از دانشگاه لندن تأسیس شد و امروز همه ما شما می‌دانیم که به عنوان یک موضوع درسی در همه پوهنتون‌ها مورد آموزش قرار دارد. امروز احصایه علمی است که با گردآوری، توحید، طبقه بندی، تحلیل و تفسیر معلومات و ارقام سر و کار دارد و از تحلیل اون داده ها و معلومات در پیش بینی ها و گزارش ها و اتخاذ تصامیم در عرصه های مختلف استفاده میشه. به همین جهت امروزه هیچ نوع فعالیت، مخصوصا فعالیت های تجارتی و اقتصادی، نمیتونه به یک نتیجه مطلوب برسه مگر اینکه پیش از اطلاعات و ارقام و آمار استفاده کنه و او هم ارقام و آمار دقیق در اختیار خود داشته باشه. امروزه در همه کشورها در تحلیل ساده ترین مسائل از احصایه استفاده میشه. با عنوان مثال رابطه بین سیگارت کشیدن و مرض سرطان، رابطه بین تغذیه طفل و تعلیم و تربیه او، رابطه بین میزان سواد در جامعه و وضعیت صحت و توسعه اقتصادی در جامعه، رابطه بین پدیده‌های مختلف اقتصادی و تجارتی و بازار و وضعیت دموگرافی یا جمعیتی کشورها و ده‌ها موضوع دیگر که همه اینها از ارقام و آمار استفاده میکنن. حتی بعضی در تعریف علم احصایه گفته که احصایه در واقع نه یک علم بلکه یک تکنولوژی است. تکنولوژی استخراج و استنباط معنا و نتیجه از داده ها و معلومات. و یا بعضی تعبیر خیلی جالب داره، گفته علم احصایه علم پیشبینی آینده. آینده خود را شما در صورتی میتونید دقیق پیشبینی کنین که از احصایه دقیق برخوردار باشید. و یا تا جمله جالب دیگر گفته شده علم احصایه یعنی علم استنتاج درباره مجهولات. هر مجهولی که دارین او در حقیقت در سایه احصایه و ارقام و آمار است که تبدیل به یک معلوم میشه. به این معنا ما میتونیم با احصایه دقیق و آمار توصیفی و یا استنتاجی آینده جامعه، آینده سرنوشت انسانها را پیش بینی کنیم، مجهولات را به معلومات تبدیل کنیم و بر اساس او بتونیم تصامیم درست اتخاذ کنیم. حداقل دو گروه از انسانها در هر جامعه شدیداً به ارقام نیاز دارند و بدون احصایه به هیچ موفقیتی دست نمی‌یابند. یکی محققان، پژوهشگران در مراکز آکادمیک یا مراکز تحقیقاتی و دوم مدیران و سیاستگزاران و پالیسی سازان جامعه که در صورتی میتونن یک برنامه‌ریزی و پلانگذاری دقیق داشته باشه که احصایه و ارقام دقیق در اختیار داشته باشه. حضار گرامی، در کشور ما هم احصایه واقعا از اهمیت خاصی برخورداره. اداره احصایه به نظر من یکی از کلیدی ترین و کاربردی ترین ادارات حکومت افغانستان و در حد معادل و یا بالاتر از تعداد زیادی از وزارت هایی که داریم به خاطر اهمیت کاری که این اداره باید بکنه. از نگاه تاریخی بیشتر از یا نزدیک به 60 سال ما سابقه فعالیت های احصایوی داریم، اما از سال 1351 برای اولین بار این اداره در چوکات وزارت اقتصاد تأسیس شد که حالا نزدیک به 50 سال فعالیت میکنه و بعدم در سالهای گذشته از وزارت اقتصاد مستقل شد، با عنوان یک اداره مستقل تأسیس شد و قانون مستقل خود داره. بر اساس این قانون و تعدیلاتی که
پیوسته هر سال در قانون صورت گرفته. مهمترین وظیفه ای داره همونطوری که پیشتر اشاره کردیم گردآوری، توحید، طبقه بندی و تحلیل معلومات و به موقع دقیق و مستند درباره امور تجارتی، صنعتی، زراعتی، مالی، اجتماعی، صحی، اقتصادی و همچنین سنجش محاسبات ملی و همونطوری که پیشتر جناب آقای رسولی گفتن انجام سروی های متعدد و متنوع و مهمتر از همه سرشماری نفوس و سایر وظایفی که در قانون احصایه به تفصیل ذکر شده. این وظایف را در 3 مرحله انجام میده. روش کار بر همین اساسه. مرحله اول گردآوری علمی و دقیق معلومات، مرحله دوم طبقه بندی و تفسیر و تحلیل آنهاست، مرحله سوم نشر به موقع و مستند همونطوری که گفتیم برای استفاده محققان و مدیران و پالیسی سازان جامعه. اداره مرکزی احصایه موقعاً در سالهای پسین در عرصه‌های مختلف پیشرفت‌های چشمگیری داشته. همه ما و شما نشرات و مجموعه گزارش‌هایی که از این اداره نشر میشه خوانده ایم، مطالعه کرده ایم که من امروز به نمایندگی از رهبری حکومت افغانستان از تلاش‌های رهبری و همه منصوبین این اداره صمیمانه تشکر میکنم. اما باید گفت که هنوزم هم در جمع‌آوری و هم در تحلیل و تحقیق ارقام و شفاف سازی احصایه ها، انجام سروی ها و مسائل مربوطه دیگه واقعا از هر جهت دچار چالش ها و مشکلات هم هستیم که بعضی اونها را پیشتر جناب آقای رسولی هم یاد کردن. من بعضی مسائل به صورت خیلی فهرستوار چند نکته یادآوری میکنم، اما در رأس واقعا چالش بسیار بزرگ ناکامی ما در سرشماری نفوس کشور است. همونطوری که همه شما میدانید برای اولین بار در سالهای آخر دوره ریاست جمهوری داود خان این پروسه آغاز شد. تا سال 1358 یک مراحلی تعقیب شد، اما به دلایل مشکلات او زمان پروسه متوقف شد به صورت ناتمام و تا به امروز هم ما نتانستیم به او صورت دقیق و رایج این موضوع را تعقیب کنیم. اما ما و شما میدانیم در بسیاری از کشورهای دنیا هر یک 5 سال یا هر یک 10 سال به سرشماری دقیق نفوس خود میپردازند، اما ما متاسفانه تا این لحظه هم بر اساس بعضی معیارهای رایج دیگه و تخمین‌هایی که هست نفوس خود را سالانه تخمین میکنیم، اما هنوز نتانستیم یک سرشماری دقیق انجام بدیم که این باعث اعتراضات بسیار زیاد در جامعه ما شماست. به حق هم است. اعتراض بر حکومت، اعتراض گاهی بر ناکارآمدی نهادهای دولتی و حتی گاهی یک نوع بی‌اعتمادی مردم و حتی مشاجرات و منازعات سیاسی. با عنوان مثال تا همین لحظه هیچ ولایت افغانستان نداریم که از اون نفوسی که برای اون ولایت اعلام کرده ایم او راضی باشه و بر اساس اون نفوس موافق باشه که تعداد وکلای ما در شورای ولایتی چند نفر باید باشه یا حتی در شورای ملی چند نفر باشه. این یک نقص بزرگ و یک چالش بزرگ امیدواریم در یک دوره‌ای که توسط اداره ملی احصایه برنامه‌ریزی شده ما به این نتیجه دست پیدا کنیم. نکته مهم دیگه ای است که احصایه باید به هر اندازه‌ای که امکان داشته باشه باید معتبر و دقیق باشه. البته همه متخصصین، همه شما حاضر هستین، همگی گفتن که هیچ نوع احصایه‌ای نمیتونه به صورت 100% یقینی باشه. همه چیز مبتنی بر یک نوع محاسبه است و احتمالات همیشه در قضیه دخیله. اما اون چیزی که مهمه باید تمام کوشش صورت بگیره که این معتبر باشه و دقیق باشه. به این جهت من چند نکته را که بعضیش جنبه رهبری و مدیریتی داره یا جنبه سیاسی داره خدمت همه شما مخصوصا رهبری اداره ملی احصایه یادآوری میکنیم. اولین نکته مهمی است که ما در صورت نداشتن احصایه دقیق اعتماد مردم به حکومت
میزان مشارکت مردم در نظام سیاسی حتی کاهش می‌یابد. تعیین میزان دقیق نفوس کشور به طور کل در سطح هر ولایت و حتی هر ولسوالی به طور خاص سروی هایی که انجام میشن، این اولین شرط یک برنامه‌ریزی کلان در سطح ملی است. تا زمانی که ارقام و ترکیب آنها به صورت دقیق مشخص نباشه، همیشه یک مشکل وجود خواهد داشت و حتی باعث دامن زدن به اتهامات، شایعات و مداخلات سیاسی صورت میگیره و حتی براستی در پروسه ملت سازی ما در افغانستان یک تاثیر منفی میگذاره. روی از این جهت باید تمام کوشش صورت بگیره که ما به طور عمل کنیم که اعتماد مردم را بالا ببریم نسبت به حکومت و پالیسی ها و سیاست ها و میزان مشارکت مردم را. و این البته به عوامل زیادی بستگی داره که یکی از عوامل مهمی او موضوع احصایی دقیق و ارقام آمار و تحلیل ها و نتایج است. نکته مهم دوم در بخش توسعه و انکشاف است که همونطوری که پیشتر هم یاد کردیم، همه چیز در عرصه توسعه و انکشاف بستگی دارد به این ارقام. نرخ رشد جمعیت، میزان موالید و مرگ و میرها، مهاجرت ها، ساختار سنی، ترکیب جنسیتی، گروه های اجتماعی، عواید ملی در بخش های مختلف، همه اینا چیزایی است که میتونه ما را در یک برنامه‌ریزی دقیق و سیاست گذاری ها بسیار کمک که جزئیاتش را شما به وضوح آشنا هستیم و میدانید، نمیخواهیم روی جزئیات صحبت کنیم. نکته مهم سوم اعتماد سازی و واقعا به تعبیر دیگه حفظ استقلال و بی‌طرفی در فعالیت‌های اداره احصایی است. همونطور که پیشتر شنیدیم، یکی از توصیه‌های مسلکی ملل متحد تأکید روی استقلال و بی‌طرفی ادارات ملی احصایی در همه کشور است. این از این جهت که همه ما و شما می‌دانیم تاریخ سیاسی کشورها را خواندیم، در هر جای دنیا گاهی در ارقام و آمار تحریف صورت میگیره، مداخله های سیاسی صورت میگیره به هر انگیزه‌ای که باشه. این وضعیت باز امکان استفاده درست از آمار را منتفی میسازه. وقتی که اعتماد نباشه، وقتی که احتمال مداخله وجود داشته باشه، روی هیچ چیز نمیشه حساب کرد و اعتماد کرد. بنابراین چون آمار و تحلیل ارقام واقعا از یک طرف یک موضوع کاملا تکنیکی و علمی هم است، بنابراین اداره ملی احصایه به طور مطلق باید مستقل بی‌طرف باشه و از سیاست ها و منافع سیاسی گروه های اجتماعی کاملا دور نگه داشته شود و به هیچ صورت و در هیچ موضوعی نباید تحت هیچ نوع فشار سیاسی قرار بگیره. و این حتی یک جرم کلانه اگر ما اداره احصایی خود در هر موضوع هرچند جزئی هم باشه در امور اونا مداخله کنیم یا اونا را تحت فشار قرار بدیم. ما در کشور خود همه ما و شما به خصوص جانب حکومت و دولت نباید از آمار واقعی بترسیم، ترس و هراس داشته باشیم. ارقام واقعی اعتمادها را بیشتر میسازه، باعث دقت بیشتر میشه و یک حتی حکومت‌ها پاسخگوتر، مسئولتر باشه و برنامه‌ریزی هایشان دقیق‌تر صورت بگیره در مقابل شهروندایشان. نکته چهارم توسعه همکاری‌های علمی با مراکز مهم ملی و بین‌المللی است. از نگاه بین‌المللی ما همیشه حتی در جلسات رسمی دولت با یک مشکلی بسیار کلان مواجه هستیم. تفاوت در ارقام ملی ما و ارقامی که از طرف نهادهای بین‌المللی را میشه. نهادهای مختلفی در اینجا فعال از بانک جهانی گرفته تا صندوق بین‌المللی پول تا نهادهای از کشورهای مختلفی که حضور داره، همیشه این باعثی شده که برای هر شهروند افغانستان حداقل یک سوال ایجاد شد که فلان اداره او هم به اصطلاح معتبر بین‌المللی اینطور گفته اما شما این ارقام ارائه میدید. این بازم باعث هم بی‌اعتمادی میشه و از طرف دوم از نگاه ملی و داخلی همونطوری که پیشتر یادآوری هم شد، جناب آقای رسولی گفتن
پوهنتون‌های ما یک نقش بسیار کلیدی داره. این رشته به عنوان یک رشته علمی در پوهنتون‌ها آموزش داده میشه. در مراکز آکادمیک، مراکز تحقیقاتی ما تحقیقات صورت میگیره. باید اداره ملی احصایه که در خود جمعی از نخبگان و متخصصین و استادان پوهنتون‌ها را هم دارن، واقعا یک برنامه‌ریزی صورت بگیره که یک پیوند نزدیک همکاری و هماهنگی با مراکز علمی و تحقیقاتی ما به وجود بیاید و حتی برنامه‌های مشترک، سروی‌های مشترک با پوهنتون‌ها و مراکز علمی. حضار گرامی، مهمانان عالی قدری که در این جلسه امروز اشتراک کردین، یک موضوع دیگر هم میخوایم یادآوری کنیم. همونطور که پیشتر جناب آقای رسولی بخش‌های مختلف فعالیت‌های اداره ملی احصایه و معلومات را یادآوری کردن. یک بخش مهمی داره واقعا موضوع ثبت احوال نفوس و مسئله تذکره است. احوال نفوس همونطوری که از نامش پیداست احوال مدنی افراد است، شاخصه های هویتی شهروندان است. تذکره هم یک سند است رسمی و مکتوب که همین احوال و شاخصه ها را به نمایش میگذاره، احوال مدنی افراد و شاخصه های هویتی او و به می جهت امروزه از این تذکره در بسیاری کشورها به نام کارت هویت ملی یاد میشه یا کارت ملی. امروزه مخصوصا با توجه به پیشرفت تکنولوژی و صنعت دیجیتال سازی دیگه تذکره‌های کاغذی به اصطلاح کم کم از صحنه حذف شده. در همه جا از زمین تذکره‌های الکترونیک استفاده میشه یا در اکثر کشورها حداقل. اهمیت تذکره الکترونیک حداقل برای همه ما و شما محسوسه. ایجاد تسهیلات برای شهروندان، ارائه خدمات آسانتر برای مردم، مسئولیت دارایی‌ها و حقوق و امتیازات افراد، ایجاد شفافیت در پروسه ها و فعالیت های سیاسی و اداری است، مثل موضوع انتخابات و مسائلی مثل انتخابات و همچنین از نگاه امنیتی مبارزه با جرایم و شناسایی دقیق مجرمین. این پروسه اگر در کشور ما تکمیل شود از جانب دیگه یک مشکل عمده دیگه را هم حل میکنه که پیشتر یادآوری کردم، اون موضوع سرشماری نفوس بود. اگر پروسه توزیع تذکره برقی به صورت مکمل تطبیق شود ما عملا یک سرشماری حتی دقیقتری و شفافتری نفوس خود را هم داریم. بنابراین ما به نمایندگی از حکومت افغانستان ضمن تشکر از فعالیت‌های وسیعی که اداره ملی احصایه در این رابطه آغاز کرده در همه ولایت و یا اکثر ولایت افغانستان، چند ولایت آغاز در همه ولایات دفاتر توزیع تذکره برقی آغاز شده. ضمن تشکر از اداره ملی احصایه از همه هموطنان خود جدا می‌خواهیم که در همه ولایات به اخذ تذکره اقدام کنند تا بتوانند از مزایای مهم او استفاده کنند. امروز گاهی تردیدهای از سوی برخی افراد یا حلقات در مورد پیوند تذکره با هویت افراد مطرح میشه و واقعا بجامه است. همونطور که پیشتر گفتیم این تذکره یا ثبت احوال نفوس در واقع هم شاخصهای هویتی افراد هم است. اما ما یک بار دیگه تاکید میکنم که در این تذکره و دیتابیس این تذکره مطابق حکم ماده 4 قانون اساسی افغانستان هم هویت کلان ملی ما و هم هویت قومی افراد و هم هویت دینی و مذهبی آنان و هم هویت فرهنگی و زبانی آنان به تفکیک و به صراحت تنظیم شده. درباره هویت هیچ گروه و هیچ قومی تحریف و مداخله صورت نمیگیره. بنابراین علیرغم برخی از گمانه‌زنی ها ما از همه شهروندان افغانستان صمیمانه میخواهیم که واقعا اجازه بدین که پروسه یک بار تکمیل شود و این نگرانی رو نداشته باشه و همگی مطمئن باشه که هم هویت کلان ملی ما و هم به اصطلاح خرده هویت هایی که
در کشور خود داریم با تمام خصوصیاتی که خود فردی را میکنه ثبت میشه، چی در دیتابیس و چی در صفحات خود تذکره. ما و شما میدانیم مواد 4 و 16 قانون اساسی فعلی افغانستان یکی از بهترین و زیباترین مواد این قانون اساسی افغانستان که در گذشته تاریخ افغانستان سابقه نداشت. شما مقایسه بکنین بین 8-9 قانون اساسی گذشته از سال 1301 تا حالا، این دو ماده کاملا نو است، ابتکاری است، در گذشته ها نبوده که هم هویت کلان ملی افغانستان و در عین حال تنوع و تکثر قومی و زبانی و فرهنگی افغانستان را با بهترین ادبیات در این دو ماده بیان کرده. واقعا چون خیلی جالبه، یک 2 قسمت از این 2 ماده را برای شما میخوانیم و همه مردم ما باید این مواد را بخوانن و توجه کنن که همین 2 ماده در تذکره الکترونیک و اسناد او ثبت میشه یا نه. در یک بخش از ماده 4 آمده ملت افغانستان تعریف شده. ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادی که تابعیت افغانستان را دارا باشند. ملاک تابعیت. ملت افغانستان متشکل از 14 قوم را نام بردن، متشکل از اقوام پشتون، تاجیک، هزاره، ازبک، ترکمن، بلوچ، پشه‌ای، نورستانی، ایماق، عرب، قرغیز، قزلباش، گجور، براهوی و سایر اقوام می باشد. این سایر اقوام هم خیلی جالبه در این قسمت از این ماده و به تعقیبش است بر هر فرد از افراد ملت افغانستان کلمه افغان اطلاق می شود. هیچ فرد از افراد ملت از تابعیت افغانستان محروم نمی گردد. او سایر اقوام هم اشاره است به این که غیر از او 14 قومی که اینجا به صراحت نام برده شده، اقوام دیگه هم در کشور است که اگر تابعیت اونا تثبیت شود، قومیت مستقل آنها تثبیت شود، اونا مثل 14 قوم حق داره که از هویت مستقل خود استفاده کنه در همه موارد، چه در تذکره و سایر اسناد رسمی کشور. این ماده 4 است که این قسم تعریف از ملت و ذکر بعضی معیارها در قوانین گذشته افغانستان نبوده. البته بعضی جملاتی که در اینجا است از قانون 1343 و قوانین بعدی هم وجود داشته. در ماده 16 هم که او هم مثل ماده 4 واقعا یکی از ماده‌های بسیار ابتکاری قانون اساسی فعلی افغانستان درباره زبان هاست. یک قسمتی از اون هم برای شما میخوام. در ماده 16 آمده است 6 زبان با عنوان زبان‌های رایج کشور نام برده شده. از جمله زبان‌های پشتو، دری، ازبکی، ترکمنی، بلوچی، پشه‌ای، نورستانی، پامیری 6 تا شد و سایر زبان‌های رایج در کشور که غیر از 6 ممکنه زبان‌های دیگه هم داشته باشیم که داریم. از جمله این زبان‌ها پشتو و دری زبان‌های رسمی دولت میباشند. اما در مناطقی که اکثریت مردم به یکی از زبان‌های ازبکی، ترکمنی، پشه‌ای، نورستانی، بلوچی و یا پامیری تکلم می‌نمایند، آن زبان علاوه بر پشتو و دری باعث زبان سوم رسمی میباشد. یک زبان رسمی سوم هم داره که البته در بعضی مناطقی که به او زبان‌های دیگه شهروندای ما تکلم میکنه و تاکید شده که نحوه تطبیق هم توسط قانون تنظیم میشه. متاسفانه یکی از خلاهایی که تا حال بعد از 17 سال داریم قانونی استفاده از این زبان‌ها و تقویه آنها هنوز تنظیم نشد. وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ افغانستان موظفه که مطابق تصریح این ماده 16 هم قانون نحوه تطبیق زبان‌ها را تنظیم کنه و به تصویب برسانه. و از نهادهای مربوطه فرهنگی و آکادمیک هم جدا می‌خواهیم که در جهت تقویت همه زبان‌های ملی ما مخصوصاً زبان ازبکی از هیچ تلاشی دریغ نورزند. احیای فرهنگ فاخر و اصیل این سرزمین وظیفه تک تک همه ماست. دولت افغانستان مفتخر است که زمینه کثرت‌گرایی فرهنگی و سیاسی را فراهم ساخته
و جدا از آن حمایه میکنیم. این نوع تکثر و تنوع از زیبایی های فرهنگ و تاریخ این سرزمین است. زبان ازبکی از لحاظ پیشینه و غنای فرهنگی، تاریخی و تمدنی جزء میراث کهن و اصیل کشور ماست. تمام اقوام ما واقعا گلهای رنگارنگ باغ زیبای هویت ملی ما و همه زبانهای ما هم زبانهای ملی ما هستند. حتی اگر برخی از اونها زبانهایی باشند که در خارج افغانستان هم رواج داشته باشند که البته خوشبختانه همه یا اکثر زبانهای ما، همین 6 زبان یا زبانهای دیگه که نام برده شد، همه اینا یا اکثر اینا در خارج کشور ما هم رایج است. مردمان دیگری در کشورهای دیگه دنیا هم به این زبانهای ما تکلم میکنن، از پشتو و فارسی گرفته تا همین ازبکی، ترکمنی، بلوچی، قرقیزی، پامیری و دیگه زبانهایی که داریم. اما هیچ کدام اینا رو ما نمیتونیم واقعا خارجی حساب کنیم، صرف به این دلیل که در بیرون از افغانستان مردمای دیگری هم به این زبانها تکلم میکنن. این نامها و عنوانها بیشتر به اصطلاح گویش ها و لهجه هاست تا اینکه باعث یک تفاوتی در ماهیت و هویت فرهنگی این زبان ها باشه. گویش ها و لهجه ها در همه زبان های دنیا وجود داره و تعدد گویش ها و لهجه ها باعث تعدد زبان نمیشه. وگرنه اگر چنین باشه باید هر زبانی و هر لسانی به 10 لسان و زبان مستقل باید تقسیم شد. ما با عذرخواهی از اینکه وقت زیادتر گرفتیم، در پایان یک بار دیگه روز جهانی احصایه را به همه شما، به اداره ملی احصایه و معلومات تبریک میگوییم و برای اداره ملی احصایه در جهت معیاری سازی، مسلکی سازی و کاربردی ساختن تحلیل های احصایوی آرزوی موفقیت مزید دارم. تشکر از توجه شما و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.